این کتاب‌ها سال اول است که برای اجاره به خوانندگان داده می‌شود و باعث برطرف شدن نارساگی کتاب‌های درسی گردید. کتاب‌های نو را از وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان قسم طبق درخواست مؤسسه‌های تعلیمی فرستادند. اکنون برای آموزش فن‌های دقیق امکانیت زیادتر است، چون برای تمام خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه باباجان غفورov کتاب‌های درسی از روی دقیق پربسندگی می‌کند. کتاب‌های درسی فیزیک برای خوانندگان صف 10 و کیمیا برای صف 9 نو آورده شد و کتابداران مؤسسه تعلیمی میانی عمومی رقم 13 ناحیه باباجان غفورov به خوانندگان تقسیم نموده ایستادند. اگر در این مکتب جریان تقسیمات کتاب آغاز شده باشد، پس در گیمنازی رقم دوم ناحیه 85% خوانندگان با کتاب‌های درسی پورا تامین گردیدند. حتی کتاب درسی برای تربیت جسمانی به خوانندگان دسترس گردیده است. فوند کتابخانه ما از حساب کتاب‌های درسی زیاده از 12,000 عدد می باشد و کتاب‌های بدیعی 5,600 عدد را ترتیب می دهد. تا به امروز خوانندگان مؤسسه ما کتاب‌های درسی را از ما گرفته دسترس کردند و قریب که 85% خوانندگان با کتاب‌ها تامین می باشند تا به امروز و باقی مانده خوانندگان باز آمده کتاب‌های خود را گرفته ایستادند. همین ماه گذشته ما قریب 3,000 عدد کتاب‌های نو گرفتیم که باز در آینده دسترس میشه. 3 سال قبل هنگام آماده نمودن چنین گزارش خبرنگاران عاید به نارساگی کتاب‌های درسی زیاد گفته بودند. با گذشت 3 سال قریب همه معماها وابسته به تامینات کتاب‌های درسی در ولایت یوسف برطرف شده است. تنها برای صنف‌های بالایی کمی کتاب‌های ادبیات نمی‌رسد که آن هم طبق درخواست مؤسسه‌ها باید روزهای نزدیک دسترس شوند. مؤسسه تعلیمی میانی عمومی رقم 29 ناحیه باباجان غفورov یکی از کلانترین مکتب‌ها به شمار می‌رود. بنابراین برای خلل نرساندن به روند تعلیم در تعطیل تابستانه خوانندگان کتاب را تقسیم نموده ایستادند. حالا تنها صنف یکم کتاب نگرفته است. باقی مانده خوانندگان با کتاب‌های درسی تامین گردیدند. کتاب‌های ما 17,532 دانه را تشکیل می‌دهد. از آن جمله کتاب‌های درسی 13,369 دانه را به حساب می‌گیرد. حالا ما 80% کتاب‌های درسی را به خوانندگان تقسیم کرده دادیم. اساساً کتاب‌های الف با نمی‌رسید به زبان مادری صنف دو نمی‌رسید. زیاده از 30 نامزد کتاب‌ها به ما دسترس شدند در همین سال نو. هرچند مؤسسه تعلیمی میانی عمومی رقم 12 ناحیه به 1050 نفر خوانندگان تعلیم می‌دهد، لیکن خود همین سال زیاده از 25 نامگوی کتاب‌های درسی وارد گردیده است که فوند کتابخانه را باز هم غنی گردانیده است. در عموم گوییم سال 2022 با 91 عدد مؤسسه‌های تعلیمی شعبه معارف ناحیه باباجان غفورov به مقدار 29 نامگو کتاب‌های درسی که زیاده از 100,000 دانه را تشکیل می‌دهد وارد شده است. همزمان بغیر از کتاب‌های درسی به مکتب‌ها کتاب‌های بدیعی نیز خریداری می‌گردد که موضوعی دیگر می‌باشد. آموزگاران امیدوارند که دسترس گردیدن برنامه‌های نو تعلیمی و کتاب‌های درسی برای بهتر گردیدن سطح سفید دانش در مکتب‌ها کمک می‌رساند و زمینه استوار به دانش اندازی خوانندگان می‌شود. گزارش فرخ عثمانوف و فیروز امیر جمعی برای برنامه اطلاعاتی نوید.